آقا الان من باید اسلام شما رو قبول کنم یا اسلام عربا رو؟ چه فرقی بین اسلام و عرب است؟ عربایی که خواستگاه اسلام اونجاست کنسرت میذارن، نمیدونم اون نماد کعبه رو گذاشتن و روش دارن رقص و پایکوبی میکنن. الان من اسلام اونا رو قبول کنم یا اسلام شما رو؟ دین اسلام وابسته به اشخاص و به افراد که نیستش. دین اسلام یه قوانین داره، هر کسی تابع قوانین اسلام باشه میشه مسلمان. بن سلمان و حکومت عربستان که نماینده دین نیستن، یه حکومت سکولاره. پیامبر اسلام زمانی که به رسالت مبعوث میشن، خیلی از اون عرب‌ها به پیامبر ایمان میارن، میشن ابوبکر و عمر و علی. خیلی ایمان نمیارن، میشن ابوجهل و ابولهب. مگه عرب نبودن؟ این اولین بار نیست تو کشورهای اسلامی این اتفاقاتی میفته. آتاتورک با اسلام در ترکیه چیکار کرد؟ آیا اسلام در ترکیه از بین رفت؟ امان الله خان تو افغانستان زمانی که از یه سفر خارجی برمیگرده، تو یک جمع روسری از سر خانمش برمی‌داره، میگه شما هم بردارید. آیا اسلام در افغانستان از بین رفت؟ اسلام مدیون عربا نیست، بلکه این عزت و اسلام به عرب‌ها داد. تا قبل از اینکه اسلام دوشه به جزیره عربستان بیاد، عرب‌ها هیچ جایگاهی تو دنیا نداشتن، اما اسلامو پذیرفتن، خداوند بهشون عزت داد. و حتی صلاح الدین ایوبی مگه عرب بود؟ نه، کرد بود، اما تابع قوانین اسلامی شد سردار مسلمانان. حکومت عثمانی اینا ترکمن و ترک بودن، اینا که عرب نبودن، تابع قوانین اسلامی شدن، خداوند بهشون عزت داد. و بن سلمان و کجا تحصیل کرد؟ کجا بزرگ شد؟ تو غرب بزرگ. و به واسطه چه کسی به قدرت رسید؟ بازم غربیا. و این مشخصه که ایشون باید تابع قوانین غربی باشه.